شب 15 و 16 سپتامبر در شهر دوشنبه در طرفخانه مشهور یکسرای مراسم عقد نکاح و توی عروسی زوزو یک بلاگر شناخته تاجیک دایر شد. یوتیوب کانال اشک زنده با نشر پاره‌های از این عروسی خبر داد که بزم عروسی زوزو را راویان شناخته رج احمد و تلافت شایوه گردانندگی میکردند. در این بزم عروسی اکثر ستاره‌های رده اول استراد تاجیک از جمله سریا قاسمووا با هر دو دختر هنرمندش شبنم سریا و فرزانه خورشید، همچنین آوازخوان‌های چون انوشیروان غفوری، نشانه رستم، روزبیک فیضلی، شهزاد رستم اشتراک و با ترانه‌های خود داماد و عروس را تبریک کردند. زهرا بانو در بین این جمع دوستان خود را خوشبخت‌ترین عروس دنیا تصور کرده دست داماد را تا پایان توی سر نمیداد. نقل میکند راوی کانال اشک زنده به گفته او زوزو به فرزانه خورشید برای قدم رنجه کردنش به توی عروسی او یک گلدسته بزرگ عبارت از 101 گل صدبرگ را تحفه کرده است. در توی زوزو همچنین بلاگرهای شناخته چون صبرینه نظری، سبین جان، دل 001 اشتراک و عروس و داماد را تبریک کردند. درباره کی بودن داماد اطلاعی داده نشده است. زوزو در اصل تخلصی است که آوازخوان جوان تاجیک زلیخا محمدشایوه به خود گرفته بود. بعد شهرت یافتن او چندین نفر دیگر نیز با عین تخلص زوزو به میدان آمدند. زوزویی که شب 15 و 16 سپتامبر عروسی کرد یکی از بلاگرهای شناخته است که سالهای اخیر از بین زنان تاجیک برخاسته است.